خواهری محترمه پرسیدن داخل کلاس درس میخوانم و همصنفیای ما لچ و برهنه هستند و گاهی ما تلاوت قرآن کریم میکنم و آیا این تلاوت ما قبول میشه و ما به این اجر میگیرم یا خیر؟ چون این امدوالای ما لچ و برهنه هستند. خواهر گرامی، اولا از الله تعالی توفیق مزید برات میخواهم. الله تعالی حفظت کنه و توفیق تا بیشتر بسازه و الله تعالی تو را یک سبب خیر به او امدوالات بسازه که اونها از تو اخلاق و آداب قرآن یاد بگیرن و سبب هدایت از اونها شوی. ان شاء الله به این قرآن خواندنت اجر میگیری و الله تعالی قبولش کنه. از الله طلب کو که قبول کنه. هر عملی را انسان انجام میده بار بار از الله تعالی طلب کنه که قبول شود و در عین حال اخلاق قرآن به دیگرها هم باید برسانیم. ما یعنی قرآن مجرد تلاوت نه، قرآن چیزی که از ما میخواه خودمان عمل کنیم. یعنی ما باید اخلاقمان نسبت به او کسایی که لچ و برهنه هستند فرق کنه، با ظاهر هم به باطن هم. و در عین حال آنچه را که خدا به ما انعام کرده، می هدایت قرآن دین اسلام، و دیگرها هم به هر شیوه نیکو و خوبتری برسانیم. و همچنان پرسیدن که ما اگر امروی از اینها نیکی میکنیم اجر میگیریم یا نه. بلی خواهر گرامی، نیکی که برای از اونها میکنید، کارهای خیر امراشان نیکی میکنی، تعاون میکنی، همدردی میکنی. الله تعالی میفرماید تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. صفت مسلمان همیست که تعاون به همدردی و کمک به نیکی داره و به تقوا و پرهیزگاری به اینها کمک میکنه و از معصیت اینها خودداری میکنه، به کسی را کمک نمیکنه. اگر درس هایی که داشته باشین، درس هایتان مربوط به امور یعنی عصری بوده باشه، امور دنیوی مانند انجینری و دکتری، امثال از اینها، اینا اگر کمک میکنی انشاءالله اجر میگیری. اما اگر درس های لادینی بوده باشه، ضد دین بوده باشه، ضد دین اسلام، ضد اخلاق، در این صورت انسان اگر کمک کنه باز گناهگار میشه. و همچنان پرسیدن که اگر ما اینا را اذیت میرسانم آیا گناهگار میشم؟ بله، اگر اذیت میرسانی گناهگار میشه. خواهر باید اخلاق درست برای از اونها نشان بدی، اخلاق اسلامی، آداب اسلامی، اونها از تو متاثر شوند و همین اخلاق و آداب تو را دیده به اسلام گرویده شوند و سبب هدایتی از اونها شوی. والله لأن یهدی الله بك رجلا واحدا خیر لك من حمر النعم. علی رضی الله عنه را رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اگر الله تعالی به سبب تو یک انسان هدایت بکنه، از بسیار مالهای خوب دنیا برات بهتر است. اصل امیست که انسان تسبیح را به دست راستش بود. از عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت است که می فرماید رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یعقد التسبیح بیمینه. رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدم تسبیح را به دست راستشان می گفتن و این حدیث در سنن ابو داود است. و همچنان عایشه رضی الله عنها از زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر می دهد کان یعجبه التیمن فی تنعله و ترجله و فی شأنه کله. به حدیث در صحیحین است، در صحیح بخاری و مسلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داشتن هر کاری را از طرف راست شروع کنند، به خصوص شانه کردن و همچنان پاپوش پوشیدن، مور شانه کردن یا ریش شانه کردن یا موزه را پوشیدن یا بوت پوشیدن یا چبلق، امثال از اینها را دوست داشتن که از طرف راست شروع کنن. و همچنان و فی شأن کلی، در تمام شؤون زندگیشان هر کار دوست داشتن که از طرف راست شروع کنن. پس یعنی بهتر است که انسان از طرفی به طرف راست، به دست راست تسبیح بگوید. اگر شخصی به دست چپ هم گفت، یعنی شرعاً کدام ممانعتی نیامده، اشکال نداره، در حد جواز است، میشه که به دست چپ هم تسبیح گفته شود. اما تسبیح گفتن به تسبیح مروج که از دانه های خرما یا دانه های قیمتی دیگری که تسبیح مروج می سازن و به این تسبیح گفتن،
اولا این تسبیح را بعضی علما بدعت گفتن و در بدعت بودن یزی کتاب هم نوشتن، از جمله الصبح از شیخ بکر ابو زید، کتاب مختصر و نهایت مفید است و او در کتاب از علما و از مشایخ بزرگ و همچنان از صحابه کرام نقل آورده، نقل زیادی که تسبیح بدعت است و این قول راجح است، چون تسبیح مروج رسول الله صلی الله علیه و سلم از فعل خودشان، یعنی خودشان ثابت نیست که به این تسبیح مروج ذکر و اذکار میکردن، بلکه به دستشان ذکر و اذکار میکردن. و همچنان قول رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم تعدادی از زنها را امر کردن که به دستشان تسبیح بگوید، به خاطر چی؟ فانهن مستنطقات یا مسئولات، امی دست پنجه اینها روز قیامت به انسان شاهدی میدهد. دیگر تسبیح مروج شبیه ازی در زمان صحابه کرام واقع شده. عبدالله بن مسعود برش خبر داده شد که یک جماعتی در مسجد نشستن، حلقه زده و در پیشان دانه های از خرما یا این که ریزه های خردی در پیشان است و اینها به ذریعه ازی تکبیر میگن، تهلیل یعنی لا اله الا الله میگن، الله اکبر میگن. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه آمده به سری از اینها استاد شد و انکار بسیار سخت کرد، یعنی بالای از اینها، و فرمودن شما به یک بدعت نهایت تاریک و یک بدعت گمراهی آمدین و این اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان شما موجود هستند و تا به الحال کالاهای رسول الله صلی الله علیه و سلم کنه نشده، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم تازه وفات کردند و حتی میگه تا به الحال ظرف و ظروفی که رسول الله صلی الله علیه و سلم استفاده میکردن تا به الحال او شکسته نشده، از بین نرفته. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم عهدشان بسیار قریب است، یعنی نه تازه از دنیا رفتن، شما این بدعت‌های بسیار گمراه کننده و این بدعت‌های نهایت تاریک ایجاد کردن. حالا تسبیح کسی که بس سنگریزه میگه یا به دانه ها میگه، همه یک چیز هستن، یک حکم دارن. مسئله دیگری در تسبیح است که ادمی تسبیح ها خودنمایی و ریاکاری هم موجود است. بیشتر است که تسبیح در دستش است مشغول امور دیگری است، پس این گویا این که با مردم نشان میده که من ذکر و اذکار میکنم و من انسان متقی و پرهیزگار هستم و عابد هستم. یعنی خلاصه است که دی تسبیح یک نوع ریاکاری است، خودنمایی است و انسان از این چیزا باید پرهیز کنه و دست بسیار زیاد الحمدلله چیزی مختصر است و دی کدام ریاکاری هم نیست و همچنان برای انسان اقتصادی هم است. این تسبیحایی را که مردم ها میخرن از یک لحاظ دیگری این بسیار بعضیاش گران است، بسیار قیمت است. حتی شنیدیم در اینجا که مردم تسبیح را به $1000 هم خریدن یا بالاتر و کمتر از این. یعنی از لحاظ اقتصادی هم انسان ضربه سرش وارد میشه. دست یعنی هیچ مصرف نداری، دست به دست تسبیح بگو و ضربه اقتصادی به خودت نرسان و همین پولی را که در این تسبیح مصرف میکنی را به یک مسلمان دیگری خیرات بدی، صدقات بدی که از او طریق انسان ثواب کسب بکند. مسئله عکس و آویزان کردن عکس در خانه ها و در دفترها و جاهای دیگری، مسلمانان عصر ما به این مبتلا شدن. فکر نکنم بسیار کم خانه و بسیار کم دفتر و دیوانی بوده باشه که از عکس خالی بوده باشه. عکس گناه کبیره است. رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت فرستادن به کسی که تصویر میکنه و عکس میکشه. عکسی ذوات الارواح، یعنی حیواناتی که روح داره، انسان همچنان، جن و حشراتی که روح داره، امثال از اینها. اما جمادات و کوها و چیزهایی که روح نداره، عکس از اینها را کشیدن مشکلی نداره. عکس در خانه‌ای که بوده باشد او خانه ملائک
داخل نمیشه، از رحمت خدا محروم میشه او خانه. پس کسی که نماز میخوانه در خانه که عکس است نماز میخوانه، نمازش میشه، در شکی نیست، نمازش جایز است، نمازش قبول است، انشاءالله نماز میشه، اما گناهگار است. اگر عکس خودش آویزان کرده باشه، گناهگار است، باید عکس دور کنه. و اگر شخص دیگری آویزان کرده باشه و خانه ازی بوده باشه، خب در شکی نیست که حق داره و عکس از اینجا دور کنه. اگر در خانه بوده باشه که اختیار خودش نیست دو خانه، باز بفهمانه صاحب خانه را که عکس درست نیست و انسان گناهگار میشه و با خصوص در وقت نماز توجه انسان به خودش جلب میکنه. در این صورت اگر حرف ازی را شنید یا نشنید، این نماز چه میخوانه، نماز ازی انشاءالله میشه. نماز در هر صورتی نماز میشه در خانه که عکس بوده باشه، اما انسانی که آویزان کرده او گناهگار است، خانه را محروم از رحمت الله تعالی کرده و ملائک در خانه داخل نمیشه. پس عکس دور کرده شوه و عکس از بین برده شوه، به خصوص عکسایی که چوکات میشه داخل خانه ها، اینا کاملا باید از خانه ها دور نگه داشته شوه و تا اینکه انسان مورد لعنتی الله تعالی قرار نگیره و همچنان خانه را از رحمت و از آمدن ملائک اینها محروم نسازد.